صد سلام بینندگان عزیز و ارجمند. اومدیم با بازی پیکان و استقلال تهران. بله خب پیش بینی میکنم 2-0 استقلال. یه گلم آسانی و نازم میزنه. خب ای وای شود نزنه. وای خود به تیر. بازی دارم از آنتن میبینم. بازی هیچی نشده. مصومش دقیقه 6 بازی شد. فرعباسی مصوم شد. چو بد زد. حس میکن فرعباسی جلو ملوان و استقلال جام حذفی یکیچ تگاد کوشکی تموم شد. چه بازی میدونم. اندون یه پاس داد تمام شد. وای بابا چرا اینطوری هن؟ آروم رفت بیرون. این چی گل مزخرفی بود. الان فرعباسی چه غلطی اونجا میکرد. فرعباسی دفاع ریدم تو دفاع. تو چه اونجا داشت چه کار میکرد جلالی. برو. او خطا. کارت قرمز. این کارت قرمز داشت. او کارت قرمز. پیکان 10 نفره شد. میلاد باقری. چرا میدین جلالی بزنه؟ این نازونی دارش بزن یه گل بشه. ماشاءالله. پاس. آفرین چه پاسی. کوشکی. صدا شد. خودش اشاره میکنه که تو به دستش نخورده. باید ببینیم که خودم خورده. مثل بازی با زوبا هم می‌خواست گل تماشایی رو بزنه که تو از روی دروازه خدا. علیرضا کوشکی شکست قبلی رو فراموش بکنه. علیرضا کوشکی فرصت شوت‌زنی مناسب برای او. بزن. این دروازه‌بان استقلال خوزستان نیست. دیدن رو داره. سال پیش 12 بودی. در ادامه هم از زاویه بسته ضربه زد مهران احمدی و دروازه‌بان سال پیش 12 بود. این دروازه‌بان سال پیش 12 بود. در اختیار داره. بلند فرستاد و گوهری توپو مشت میکنه. عارف آقاسی بده. تغییر میده. بازیکن چه پاس خوبی. بزن نازم. حالا میزنه. عارف آقاسی و باز احمد گوهری
من میتونم فوش بدم اما نمیتونم. عمل‌هایی از گوهری داریم می‌بینیم. هر چه زدن به در بسته خوردن استقلالی ها. عارف آقاسی چقدر حرکت عارف آقاسی اونجا چیکار میکنه؟ ارسال بلند به محبته جریمه. برو آسانی، برو آسانی، گرفته موقعیت بعدی برای استقلال. با آسانی حالا میزنه با گله! استقلال. یاسر آسانی، هی آسانی. مساوی میشه. گفتم آسانی میزنه، گفتم یه گل آسانی میزنه، گفتم یه گل آسانی میزنه. چی گفتم من؟ چی گفتم من؟ دروازه‌بانی. حالا بخند، حالا بخند. تن شکسته شد. هر میخنده. حالا بخند. بدون هیچ گونه قلم‌بندی واقعا استقلال هرسم گرفته. استقلال ماشاءالله. رسیدن به گل داشت. حملات خیلی زیاد رو انجام داد. استقلالی که دوست داره با توی کسب بازی کنی امتیاز می‌دن. انگار دل هواداران رو شاد بکنه. بابا اونجا باری رو انجام داد. عارف آقاسی و گل دوم. عارف آقاسی دهن تو گاییدم. عارف آقاسی دهن تو گاییدم. رسما دیگه پاس دادی بهش. رسما دیگه پاس داده بهش. گل دوم رو هم باز هم میدادی به دروازه‌بان. جا اشتباه بچگانه بزرگ و مرگبار عارف آقاسی و روزبه چرا تک زد؟ میتونست اونجا بشه با ببخشید برنامه صد با اینجای پاچ میگرفتش. میتونست بگیره روزبه. با دستم میگرفتی بهتر بود. حداقل میگفتیم چیز میگیره. 2-1. عارف آقاسی چه فصل سختی رو پیش روی خودش میبینه. عارف آقاسی منیر حدادی یه پاس در اون برای فرمودی از در دادی. لعب خط توپ با جریان بازی حفظ کرده این بازی اسمشو نمی‌دونم. رو به بیرون جلالی سانتر جلالی آفرین. احمدی مهران احمدی چرا اینطوریه؟ آزادی بده. آفرین. ساله مردانی ضربه سر از آزادی و گوهری آزادی کلن بره گمش. آزادی کلن بره گمش. آزادی کلن نازم. ساله هردانی سانت تماشایی بود. ضربه سر چشمی از بالای دروازه به بیرون میره. حالا ساله هردانی اضافه شده و صاحب توپ فرصت شوت زنی هم داره. این توپ چارچوب نبود از بالای دروازه. ساله خود سحرخیزان تو محبته جریمه حالا میزنه. توپ از کنار دروازه به بیرون رفت. گودرزی سانترش انجام شد. توکلی برگردوند. روزبه چشمی توپو کنترل کرده. اعتقاد داشته که توپ دست یاره پیکان برخورد داشته و اینجا پنالتی. کاملا مشخصه. ممنونم پنالتی. همکاران خوبمون تصمیم پنالتی. عزیزمون و حالا آقای پنالتی. خودش پنالتی بود. بله پنالتی. پنالتی به نفع استقلال. کی میزنه؟ رامین رضاییان که چیزه. کی میزنه؟ بزن. بازیکن آسانی میزنه. دبل میکنه. نازون نزدم و این دبل میکنه. این به جاش دبل میکنه. این دبل میکنه. گفتم آسانی این یه گل میزنه اما 2 گل. اعضای کادر فنی پیکان در خط حرکت در اومده. برو. با گام‌های سریعش به توپ رسیده. ارسالش هم انجام شده. ضربه سر تیر دروازه پیکان به لرزه در اومد. مشخص بود روی این صحنه. حتی این گل هم میشد مردود. واسه خوبش برای یاسر آسانی. آسانی پاس. آسانی پاس. بده دیگه. یک زنه قهرمان تیمش بشه ولی میتونست دری هم اتخاذ بکنه و یک بار دیگه آقای حیدری بازی رو متوقف کرد. وای رزاقینیا یه اشتباه بد رو مرتکب شد. رزاقی تو سر توپش خوده. یه پنالتی میگیرن 3-2 میشه. 9 دقیقه وقت اضافه گرفته. و این هم سوت پایان مسابقه تساوی 2-2 تیم‌های پیکان و استقلال. بچه‌ها اینم از بازی بود.
دمتون گرم، مرسی که ویدیون تا آخر دیدین. خدا نگهدار.